این سوال ظاهر سختی داره اما راحت حل میشه. کسری داریم که در صورت و مخرجش مجموعه هایی از تقسیم وجود داره. جواب مخرج که راحته، چون میدونیم وقتی یک عدد اعشاری تقسیم بر یکی از مضرب‌های 10 مثل 10 100 1000 و غیره میشه، ممیز در اون عدد اعشاری به اندازه تعداد صفرهای مضرب میره عقب که میشه 2000 و در صورت تقسیم ها رو 2 به 2 از چپ به راست انجام میدیم که اگر بخوایم 84000 رو تقسیم بر 2 10000 کنیم، میتونیم اول رقم های بعد از ممیز در هر دو عامل رو یکی کنیم، بعد ممیزها رو حذف کنیم که در این تقسیم اگر یه دونه صفر بذاریم جلوی 4 در عامل اول، تعداد رقم بعد از ممیزها در هر دو میشه 4 تا. حالا کافیه ممیزها رو حذف کنیم که داریم 840 تقسیم بر 2 که میشه 420 و در ادامه تقسیم داریم 420 تقسیم بر 300 که در اینجا هم با قرار دادن 2 تا صفر بعد از ممیز در عدد 420 تعداد رقم های بعد از ممیز در هر دو عامل رو یکی میکنیم و ممیزها رو حذف میکنیم که داریم 42000 تقسیم بر 3 که برابر میشه با 14000. حالا توی مرحله آخر تقسیم در صورت داریم 14000 تقسیم بر 7 که میشه 2000. پس در نهایت داریم در صورت 2000 و در مخرج 2000 که باز هم با قرار دادن 3 تا صفر بعد از ممیز در صورت و برابر کردن تعداد رقم ها بعد از ممیز در صورت و مخرج، ممیزها رو حذف میکنیم که داریم 2 میلیون تقسیم بر 2 که برابر میشه با 1 میلیون، یعنی گزینه 4.